سلام. امروز میخوایم درباره برنامه‌نویسی پویا یا همون داینامیک پروگرامینگ صحبت کنیم. بیشتر روشمون اینه که چند تا مسئله کلاسیک رو به صورت خلاصه توضیح میدیم و اکثر وقتمون رو میذاریم روی حل کردن مسئله. مثلا مسئله ها رو میاریم، سوالشو جوابشو توضیح میدیم و کدش رو میزنیم. اکثر وقتمون رو میذاریم روی این و اینا موضوعایی که میگیم میریم از آسان‌ترین مسئله شروع میکنیم و بعد کم کم بریم سراغ مسائل سخت‌تر. حالا آسان‌ترین مسئله‌ای که از توی دیپی مسئله فیبوناچیه که میخوایم دنباله فیبوناچی حساب کنیم. حالا دنباله فیبوناچی هم که جمله 0 و 1 1 هر جمله هم از مجموعه دو تا جمله قبلی به دست میاد. تا آخر. یه روشی که وجود داره برای حساب کردن دنباله فیبوناچی روش بازگشتیه. مثلا الان تابعی که اینجا می‌بینید نوشته شده. کاری که می‌کنیم می‌خوایم دنبال فیبوناچی برای n حساب کنیم، فیبوناچی برای n منهای 1 حساب می‌کنیم، برای n منهای 2 هم حساب می‌کنیم، بعد مجموعش رو به دست میاریم. حالا یه شرط پایه هم داره که مثلا n کوچکتر مساوی 2 بود، مثلا 1 بود یا 2، جمله اول و دوم 1 رو برمیگردونیم. این روش یه مشکلی که داره اینه که ما مثلا دنبال فیبوناچی اینجا می‌بینیم برای 7 می‌خوایم حساب کنیم، برای 6 اینجا حساب می‌کنیم، 5 هم اینجا حساب می‌کنیم. کل این زیر طرف برای 5 اینجا حساب میشه، برای این قسمت هم حساب میشه. و ما یه مقدار زیادی کار اضافه انجام میدیم. یه راه دیگه که برای پیاده سازی دنبال فیبوناچی وجود داره اینه که یا مثلا 5 رو که این قسمت حساب کردیم اونها یه جایی ذخیره کنیم. مثلا فیبوناچی 5 حساب کردیم، دوباره این قسمت نیاز داشتیم فیبوناچی 50 که کل این عملیات انجام ندیم، از اون 5 که ذخیره کردیم استفاده کنیم. داخل کد هم بخوایم ببینیم مثلا تابع فیبوناچی یه n میگیره ورودی، میگیم اگه n کوچکتر مساوی 2 بود، n هم قبلی، 1 رو برگردون، یه تابع براش تعریف میکنیم، مثلا اینت فی چند تایی، مثلا n تایی، یه n هم میگیریم که مثلا ماکسیموم عددمون چقدر، 1000. بعد فیبوناچی که صدا میزنیم مثلا میگیم اگه فیبوناچی n همون ورودی که گرفتیم مساوی 0 بود، تابع که تعریف کنیم به صورت دیفالت مثلا 0. اگه غیر مساوی 0 بود یعنی قبلا حساب شده، مقدارش رو برمیگردونیم فیبوناچی n. در غیر این صورت مثلا فیبوناچی n رو حساب نکرده بودیم، چیکار میکنیم؟ میگیم فیبوناچی n مساویه با فیبوی n منهای 1 به علاوه فیبوی n منهای 2. دوباره این تابع رو صدا میزنیم، فیبوناچی n رو حساب میکنیم و بعد مقدارش رو برمیگردونیم. تقریبا کد ساده ای داره. حالا از لحاظ اوردری بخوایم اینو حساب کنیم، هر عددی داخل اینجا یه بار که حساب شد مقدارش برمیگرده، اما اون مثال قبلی به صورت نمایی زیاد میشه. مثلا هر عددی یا ما لازم داریم همه عددهای قبلش هم دوباره حساب کنیم، اینجوری مقدارش رو نگه می‌داریم. سوالی ندارین از این؟ حالا میریم یه مسئله حل کنیم، لینکش رو میفرستم. خب مسئله‌مون یه تاس داریم، میتونیم اون تاس رو بندازیم. میخوایم یه سامی رو به دست بیاریم با انداختن این تاس. تاسمون مثلا بین 1 تا 6،
مثلا نمون هم 3. یه تعداد روش‌هایی که میشه عدد 3 رو ساخت و انداختن این تاس. نمون هم تا 10 به توان 6. مثلا مثال خودش رو ببینید. چکارش کنم؟ مثلا برای 3 میتونیم 3 تا 1 بیاد، یه 1 با یه 2، یه 2 با یه 1 یا یه دونه 3. ترتیبشون هم می‌بینیم مهمه، 1 با 2 بیاد یا با 2 با 1. سلام گفته جوابا به مود این حساب کنیم. سوالایی که جوابشون خیلی بزرگ میشه رو معمولا میگم مودش رو حساب کنیم. خب کسی ایده نداره چجوری حلش کنیم با پی؟ آره یه رابطه باید پیدا کنیم که مثلا برای هر عددی میتونیم مقدار این دی پی مثلا حساب کنیم. بعدش مقدار این دی پی که برای هر عددی حساب کردیم، عددهای بعدش مثلا میتونیم با بک ترکینگ، اگه بخوایم فقط بک ترکینگ بزنیم و مثلا این همون فیبوناچی که اینجا دیدیم این همه به صورت بک ترکینگ بزنیم، مشکلی که داره تایم میخوریم. چرا؟ چون ان منهای 1 و ان منهای 2. اما اگه یه آرایی بگیریم تو همون بک ترکینگی که زدیم دیگه مشکل تایم رو نداره. مثلا هر عددی که حساب کردیم این اینجا فیبوناچی باید ذخیره کنیم. مثلا برای مقدار 6 حساب کردیم چند تا روش میشه ساخت. 6 رو ذخیره میکنیم این فیبوناچی و بعد اگه نیاز شد 6 دوباره از اون مقدار استفاده کنیم. اما اگه ذخیرهش نکنیم تایم میخوریم. حالا بخوایم کد مثالش هم ببینیم. مثلا 1 با یه روش میشه ساخت، کلا یه دونه 1 بیاد. 2 رو با چند تا روش میشه ساخت، میتونیم از رو قبلی آپدیتش کنیم. مثلا 0 هم با یه دونه روش میشه ساخت، اما کلا تاسو نمیندازیم 0. 2 رو که میخوایم از رو قبلی آپدیتش کنیم، تاسو ممکنه بین 1 تا 6 مقدار داشته باشه. این فرض میکنیم تو دور آخر تاسمون 1 بیاد. 1 بیاد برای 2 میخوایم حساب کنیم. 1 بیاد دیگه چقدر باید از قبلش داشته باشیم؟ 1 دیگه باید از قبلش داشته باشیم. تاسمون دور آخر 1 اومده، یه علامت سوالی به علاوه 1 باید بشه 2. این علامت سوال چنده؟ 1. یعنی مقدار 2 میشه تعداد روش‌هایی که میشه 1 رو ساخت که یه دونه است به علاوه مثلا اینجا علامت سواله. فرض کنیم تاسمون دور آخر 2 اومده، دوباره میرسیم به یه علامت سوال که چنده؟ مثلا اینجا 0. تعداد روش‌هایی که میشه 0 رو ساخت چنده؟ اونم یه دونه است، برای 2 میشه 2. حالا برای 3 بخوایم حساب کنیم دوباره همینجوری. مثلا اگه تاسمون 1 بیاد تعداد روش‌هایی که 2 داره رو باهاش جمع می‌کنیم، تاسمون 2 بیاد تعداد روش‌هایی که 1 اومده، اگر هم 3 بیاد تعداد روش‌هایی که 1 اومده. در واقع راه حلش شبیه همون دنبال فیبوناچیه، اما مثلا برای 3 دیگه 2 تا عدد قبلش رو نمیگیریم، 6 تا عدد قبلش رو میگیریم اگه وجود داشت. یه شرط هم میذاریم که مثلا منفی نشه، مثلا 3 منهای 6 منفی. رو خود کدم بخوایم ببینیم، یه اول ورودی میگیرید و یا آرای دی پی میسازیم مثلا به طول n. اما اول گفتیم مثلا برای 0 1. یه روش دیگه هم که وجود داره برای پیاده سازی دی پی ها، میتونیم همون روش بک ترک بنویسیم، مثلا یه تاب بازگشتی براش بنویسیم، یا میتونیم به صورت ایتریتیو بنویسیم، مثلا با فور پیاده سازش کنیم. با فور که پیاده سازش کنیم معمولا سریع‌تره و سریع‌تر جواب میده. حالا تو این سوال 2 تا روشش رو می‌نویسیم. مثلا
بکترک رو برای این صدا میزنیم یه تابع بکترک تعریف کنیم. یه انی میگیره، دیپیمون هم باید بیرون تعریف کنیم. اینجا دیپی ها ریسایتش. خب اینجا که بیتی ها صدا میزنیم، مثلا گفتیم شرط اولیه‌مون چی بود؟ گفتیم مثلا اگه انمون 0 بود 1 برمیگردونیم، اگر هم مثلا دی پی انمون غیر مساوی 0 بود، مثلا مقدارش از قبل حساب کرده بودیم، دی پی ان رو برمیگردونیم و جوابمون میشه چی؟ مثلا خود دی پی ان مثلا حسابش نکرده بودیم، اسلامی داریم 0 و تاسم ممکنه از 1 بیاد تا 6 تا حالت ها. مثلا که وجود داره آی ان منهای آی، اگه بزرگتر مساوی 0 بود، اگه منفی بود که مثلا عدد 3 داشتیم 4 اومد منفی میشه دیگه، اونا رو حساب نمی‌کنیم. اگه مقدارمون مثبت بود ساما به علاوه مساوی دی پی ان منهای آی میکنیم. آخر سرم دی پی ان رو میذاریم ساما دی پی ان رو برمیگرد. و اینجا دی پی ان منهای یک هم باید با بکترک صدا بزنیم که اگه حساب شده بود که مقدارش برگردونه، اگه حساب نشده بود حسابش کنیم. مثلا ورودی هم بهش بدیم، مثلا برای 3 باید بشه 4. مشکل داره منهای آی مثبت باشه. باید n به علاوه یکش کنیم، چون بیس ایندکس n رو بخوایم باید n به علاوه یک بگیم. دوباره 3 رو بزنیم میبینیم میده 4. حالا این روش بکترکش بود که حساب میکنیم. یه روش که داره اینه که به صورت یه فور بنویسیم، مثلا 0 رو حساب کنیم، بعد 1، بعد 2، بعد 3، همینجوری به ترتیب بریم جلو حسابش کنیم. این چیزی که اینجا گفتم، مثلا 0 میشه 1، 1 میشه 1، همینجوری 1 1 بریم جلو تا n حسابش کنیم، بعد مقدار n رو برگردونیم. حالا اون یکی رو هم خودش رو بخوایم ببینیم. اول شرط پایه‌مون که مثلا 0 میشه مقدارش 1 می‌نویسیم و از 1 تا n میریم. مثلا یه فوره هم می‌ذاریم برای 6 تا حالتش که مثلا از 1 بریم تا 6 تا حالتی که ممکنه بیاد. تو فیبوناچی تا 2 بود، اینجا مثلا تا 6. اگه این مقدارش مثبت بود دی پی آی مساوی میشه با یا یه مقداری بهش اضافه میشه دی پی آی منهای جی، تعداد حالت‌های اون بهش اضافه میشه. آخر سرم دی پی ان رو چاپش میکنم. مقدار 4. خب از این دو تا روش سوالی نداریم. حالا روش بکترکش یا ایتریتیوش. چیزها رو هم گفتیم. حالا تو این روش ایتریتیوی که گفتیم معمولا تاپ دان داریم و دان آپ. چجوریه؟ الان این کدی که ما زدیم تو ایتریتیو الان ببینیم میاد دی پی آیا بر اساس قبلیاش حساب میکنه.
شتاب دانش که مثلا DPI رو میاد مثلا بر اساس DPI قبلش حساب میکنه. یه روش دیگه هم که مثلا هست، میتونی با DPI بریم بعدیاشو آپدیت کنیم. از هر دوتاش میشه استفاده کرد. حالا بستگی به سوالش اون روش هم میبینیم تو سوالای دیگه. بریم بخش بعدی، نبضک. اول خود مسئله نبضک رو توضیح بدیم. فرض کنیم یک کوله پشتی داریم، مثلا وزن W تا جا میگیرن، این تا آیتم داریم که هر کدومشون یه وزنی دارن، مثلا W1 W2 تا WN و هر کدومشون یه ولیوی دارن، V1 تا Vn. خواهیم از بین این آیتما یه تعداد آیتم انتخاب کنیم که مجموع وزنشون از W کوچکتر مساوی باشه و ارزشاشون هم ماکسیموم باشه. حالا به این میگم مسئله نبضک که با DP حل میشه. راهی که وجود داره برای این مسئله، ما یه DP تعریف میکنیم، مثلا DP آی و جی که همون DP آی. اول خودتون ایده ندارین چجوری حلش کنیم؟ آره دیگه همینه تقریبا جوابش. مثلا DP آی و جی. DP آی و جی چی میگه؟ میگه فرض کنیم آی تا آیتم اول داشته باشیم، مثلا آیمون 2 باشه بین دو تا آیتم اول، و جی هم به ما میگه مثلا با وزن چی بیشترین میزان ولیویی که میتونیم داشته باشیم مثلا چقدر. مثلا فقط آیتم اول رو برداریم، DP 1 رو مثلا W1 رو اگه داشته باشیم، میگه اگه فقط آیتم اول رو برداریم با وزن W1 بیشتر ارزشمون V1. اینجوری DP آیا جای میگه آیش اشاره داره به اینکه از بین این تا آیتم اول انتخاب کنیم، جایش هم میگه وزنی که داریم چقدر باشه. آیمون رو که باید تا N بگیریم چون انتهاش داریم، جیمون هم تا W جوری میگیریم و حسابش میکنیم. حالا هم روی کدم ببینیم. گفتیم ورودیمون چیه؟ یه N داریم و یه W. یه وکتور DP تعریف میکنیم به طول W. دوباره یه شرط اولیه داریم که مثلا برای وزن DP 2 بعدی تعریف کنیم. یه DP در W تعریف کنیم که به ما میگه تا آیتم آیوم انش تا آیتم انو با وزن W ماکسیموم ولیویی که میتونیم داشته باشیم چقدر. حالا چجوری این DP آپدیتش کنیم؟ مثلا فرض کنیم یه جدولی داریم که DP مون رو نشون میده، مثلا اینجا صفره تا آیتم صفر تا آیتم 1 تا آیتم 2 سر آیتم هم داریم، اینجا وزنشه.
آیتم صفرم حالا از ایندکس صفر بگیریم یه وزن داره، مثلا آیتم صفرممون وزنش باشه 2، ولیوش باشه 3. اینا دبلیو همونه، اینا ویمونه. میگیم اگه تو آیتم صفر رو انتخاب کنی بیشتر مقداری که برای 2 خواهیم داشت 3 مثلا. حالا میریم سراغ آیتم دوم. آیتم دوم وزنش مثلا هست 1، ولیوش هست 4. از اینجا شروع میکنیم به جلو رفتن، مثلا میخوایم آپدیتش کنیم. وزنش رو میگیریم 1، این ولیو قبل وزنش 1 میخوایم آپدیتش کنیم. اینجا رو هم که با منفی بی نهایت پر میکنیم که چون میخوایم ماکسیموم بگیریم تاثیر نداشته باشه. میخوایم آپدیتش کنیم وزنش 1 مثلا برای این خونه با وزن 1 میتونیم بذاریمش اول داخل خونه 1 یه دونه مقدار 4 میتونیم داشته باشیم. بعد اینجا 3 رو میبینیم یه دونه 3 داریم، یه آیتم با وزن 3 برداشتیم، میتونیم این خونه یه آیتم هم با وزن 1 برداریم میشه 3. این خونه رو آپدیتش کنیم، همون 3 رو بیاریم و یه دونه 4 هم بهش اضافه کنیم. همینجوری میریم جلو، وزنش که 1 این خونه رو میبینیم، مثلا برای این خونه مقدار اینا میبینیم، این خونه رو آپدیت کنیم. برای اینجا مقدار اینا میبینیم، اگه غیر مساوی منفی بی نهایت اگه منفی بی نهایت بود که هیچ کاری نداریم چون اون مقدار رو نمیتونیم برداریم. اینجا گفتیم مقدار اولیه 0، اینجا 0 یعنی با هیچ هزینه نمیتونیم 0 رو بسازیم. این خونه رو که میخوایم آپدیت کنیم میریم این خونه رو میبینیم چون وزنش یه خونه قبلی تو دی پی قبلیش میبینیم این خونه رو آپدیت کنیم. دوباره اینجا همینطوری اینا همیشه بازگشتی نوشت، ایتریتیو همیشه نوشت که اینا همینطور ایتریتیوش رو می‌نویسیم. یه فرم میزنیم اول رو آیتممون، از آیتم صفر تا آیتم انو. حالا اینا دبلیو هم میگیریم، دو تا وکتور هم داریم، یکی دبلیو همونه، یکی هم وی همونه. کاری که میکنیم یه فرم میزنیم روی آیامون، یه فرم داریم روی وزن دبلیو. آیتم آیامون یه وزن داره دبلیو آی. مثلا میخوایم این خونه رو چک کنیم چه یه منهای دبلیو آی میخوایم خونه جی باشه آپدیتش کنیم، مثلا این خونه رو وزنش هم 1 چک میکنیم اولین غیر مساوی منفی بی نهایت باشه، مقدار اولیه‌شون رو بذاریم منفی بی نهایت. نهایت هم یه مقدار زیادی تعریف کنیم که مثلا مجموعمون به اون نمیرسه. چک کنیم که اول بزرگتر مساوی 0 باشه و یه چیز دیگه هم دی پی آی منهای 1 یعنی تو خونه آی منهای 1 و جی منهای دبلیو آی غیر مساوی منفی بی نهایت باشه. این شرط چک کنیم. اگه اینجوری بود دی پی آی جی میشه مثلا ماکسیموم خود دی پی آی جی با دی پی آی منهای 1 که یعنی یه دونه کمتر از قبلی با تعداد آی منهای 1. الان میخوایم عنصر آی رو برداریم، باید ببینیم تو آی منهای 1 ماکسیموم چقدر برداشتیم و اون مقدار وزن دبلیو آی هم به شکل اضافه کنیم تا برسه به جی منهای دبلیو آی میشه ماکسیموم این حساب. یه چیز دیگه هم که هست دی پی آی جی تونه مثلا عنصر آی ما انتخاب نکنیم، یه نکته که وجود داره مثلا در داخل جای عنصر رو کلا انتخاب نکنیم که میشه همون دی پی آی منهای 1 رو دی پی آی جی همون مقدار قبلیش که ماکسیموم رو داریم میذاریم برای
هوای چک کنید جای منهای آی منهای یکمون مثبت باشه. این هم دی پی مونه. یه بار که بخوایم توضیح بدیم، اول یه فرم میزنیم رو کل آیتم ها، یه فرم میزنیم رو همه وزن از صفر تا دی پی آی جایی که میخوایم آپدیتش کنیم میگیم تا عنصر آیون و با وزن چی ماکسیموم ولیویی که میتونیم داشته باشیم چقدر. حالا میتونیم بر اساس دی پی آی منهای یک تا عنصر آی منهای یک ماکسیموم رو برای همه وزن به دست بیاریم و از اون آپدیتش کنیم. یه روش اینه که بگیم مثلا کلا این عنصر رو بر نمیداریم که میشه دی پی آی منهای یک و چه همون وزن. یه روش اینه که این عنصر رو بگیم برمیداریم. اگه این عنصر رو برداریم بعد بریم سراغ دی پی آی منهای یک وزن گفتیم وزنمون اینجا میخواد چی بشه دیگه، پس باید عنصر قبلی رو برداشتیم وزنمون جی منهای دبلیو آی بشه. مثلا جوابمونم دی پی آی جیه. نمیخوایم جواب رو چاپ کنیم دی پی ان و دبلیو چون از صفر دی پی ان منهای یک و دبلیو. اینم جوابمون. چجوری جواب رو چاپ میکنیم؟ یه سوالم که وجود داره برای دی پی. اینم سوالی که وجود داره برای نمسک. نمسک حل میشه این سوالی که شو بفرستم. سوالش همونه، فقط سوالش فرق کنه، همون کدی که تقریبا زدیم. میگه تا کتاب مختلف داریم، هر کدومش یه قیمتی دارن و یه تعداد صفحه‌ای. ما هم یه مقدار پولی داریم، میخوایم تعداد کتابایی که میخوایم بیشترین تعداد صفحه رو بخریم. کتابایی که میخریم اینجا تعداد صفحه ها میشه ولیومون، قیمت کتابو میشه همون وزنمون که به ما ان ایکس ها میده. ان تعداد کتاب هاست، ایکس همون دبلیومونه و اچ اس هم که میده که اچ قیمت کتاب هست که میشه همون دبلیو. اس هم که تعداد صفحه هایی که کتاب ها دارن، اچ وزنشونه، اس هم دبلیوشون بیشونه ولیوشونه. اینا رو به ما میده. ما میخوایم این 10 تا پولی که داریم ماکسیموم تعداد کتاب ها بگیریم که صفحه هاشون بیشتر باشه. الان کدمون رو ببینیم. کد این سوال رو بخوایم بزنیم، اول دبلیو ها رو ورودی میگیریم یا همون قیمت ها، بعدم وی ها رو ورودی میگیریم یا همون تعداد صفحه ها برای سوال. بعدم همونجوری یه وکتور دی پی میسازیم ان در دبلیو، بعد اون تا دبلیو میگیریم. اینو باید دبلیو به علاوه یک بگیریم از صفر ان در دبلیو و دی پی هم همینجور آپدیتش کنیم. اینجا آی منهای یک مشکل باید چک کنیم آی منهای یک هم مثبت باشه. کار دیگه ای هم که میشه کرد برای اینکه این چک کار انجام ندیم، مثلا آی منهای یک مثبت باشه، آیا از یک بگیریم تا این که آی منهای یکمون بشه صفر. آخر سر مثلا برای جواب دی پی ان و دبلیو رو چاپ کنیم. درسته. آی منهای
دبلیو بود. دی پی نو دبلیو مشکلی که داره اون از که یه نکته هم که فراموش کرده بودیم بنویسیم این بود که تو میخوایم آپدیتش کنیم، مثلا با مقدار قبلی وی آی هم باید بهش اضافه کنیم، اینجا نذاشته بودیم یا اونا انتخاب نمی کنیم که میشه دی پی آی جی دی پی آی منهای یک جی. مثلا اینو کلا بر نمیدارم، اگه اینو برداشتیم با این ارزش اضافه کنیم به اون مقدار قبلی و این هم مسئله نبسک. حالا این مسئله نکته‌ای که داره از هر آیتمی میتونیم یکی برداریم. یه مسئله نبسک دیگه که هست میتونیم از هر آیتمی بی نهایت تا برداریم. اونم راه حلش تقریبا شبیه اینه، فقط یکم فرق میکنه. ایده‌ای داریم برامون یکی مثلا داخل این یکی مثلا از این آیتمه که وزنش 4-5 تا قیمتشه فقط یه دونه میتونستیم برداریم. رو فرض کنید از این به تعداد نهایت رو میتونیم برداریم. این سوال ایده‌ای داریم؟ ارزش گذاری کرد. مثلا چجوری؟ این فکر کنم مثال نظر این چیزی که میگی. مثلا ببینیم همون راه حلش تقریبا گریدیه چیزی که میگی. ببینیم نسبت WI به VI میگیم به دست بیاریم، بعد ببینیم کدومش بیشتره، از اون بیشترین تعداد برداریم. این فکر کنم مثال نظر مثالش رو چیزی داریم ارزشش 10 وزنش 10 ارزشش 20 و WI به VI اینا باید برعکس بنویسیم. VI به WI میگیم اینا به دست بیاریم و یه چیز دیگه هم ممکنه داشته باشیم، ارزشش وزنش چند باشه 4 باشه ارزشش 8 مثلا 8 دوتا مساوی میشه. بعد وی به اینا به دست بیاریم، برای میشه 2 این مقدار، برای اینا میشه و اینو کمتر میگیریمش مثلا 7 برای اینکه کوچکتر از 2 میشه. الان این چیزی که شما الان گفتین این W شونه این وی شونه، این میشه 2 وی آی به WIش، این کمتر از 2 میشه، پس اول اینو برداریم. مثلا کل پشتیمون 12 تا جا داره، یه دونه از این میتونیم برداریم کلا میشه 20 ارزش این، اما میتونیم 3 تا از این برداریم که میشه 21 بهتره. این روش گریدی مثال نظر آره، اینجوری نمیشه، راه دیگه ای نداریم.
حالا این روشی هم که داریم میگی تعداد هر شی و ازای پولی که قرار داریم حساب کنیم بعد بیشتر سفر رو، این هم یه روش گیریدیه. دوباره این هم مثال نقص داره، بخوایم مثالش رو هم بزنیم. ممکنه یه شیء که برام داریم هنوز یه مقدار خالی داشته باشیم، مثلا یه شیء برداریم یه مقدار خالی داشته باشیم، دوباره برام مقداری که میمونه چیکار کنیم؟ باید چیکارش کنیم؟ الان این چیزی که داره میگه همش از یه چیز نشه برداشت. حالا بخوایم راهش رو بگیم، مثلا داخل اینجا بود میرفتیم حساب میکردیم هر کسی بر اساس قبلیاش، از اول میرفتیم آخر. حالا اگه بتونیم از آخر بیایم اول چی میشه؟ مثلا میشه اینکه از اول بریم آخر حساب کنیم، مثلا اینا حساب کنیم بر اساس این قبلیاش، اینا بر اساس این قبلی، اینا بر اساس این قبلی. کاری که میکنیم از آخر بیایم اول و بر اساس اینا بر اساس قبلیاش آپدیت کنیم، بدون اینکه از اول بریم آخر. لحظه وایسین. نه همون دیگه بر اساس نکتهش اینه، شکلش رو بخوام بکشم. نه. صفر ما کاری که می‌کردیم تو مثال قبلی میومدیم مثلا این خونه رو اگه وزنش یکی بود بر اساس اینجا آپدیت می‌کردیم، رفتیم جلو بعد این خونه رو بر اساس اینجا آپدیت می‌کردیم، وزنش یک بود. میتونیم یه کار دیگه بکنیم، بیایم این خونه رو بر اساس وزنش یک اینجا آپدیت کنیم، بعد خونه بعدی و دو رو بر اساس اینجا آپدیت کنیم. اتفاقی که میفته چیه؟ ما اینجا ماکسیموم چیه داریم؟ ماکسیموم تا خود عنصر آیوم داریم، یعنی ما میتونیم اینجا از عنصر آیوم چند بارم برداریم. مثلا این خونه رو بر اساس اینجا آپدیت کنیم، مثلا شاید با برداشتن عنصر آیوم اینجا ماکسیموم بشه، ماکسیموم اون رو میذاریم و عنصر هم برداشتیم، دوباره اینجا بازم از اون میتونیم برمیداریم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. بجای اینکه بیایم بر اساس سطر قبل آپدیتش کنیم، بر اساس خود این سطر آپدیتش میکنیم. مثلا اگه وزنش 2 بود، اینا میایم بر اساس اینجا آپدیت میکنیم، مثلا ماکسیموم شد، دوباره اینا میایم بر اساس اینجا آپدیت میکنیم. اینجا 2 بار برداشتیم و هیچ مشکلی هم نیست. در داخل قبلی بر اساس سطر قبل آپدیتش میکردیم، اینجا بر اساس عنصر قبل. خواهیم رو ببینیم داخل کد دیگه لازم نیست دیپیمون 2 بعدی باشه، چون کلا یه سطر داریم که می‌ریم از اول بریم تا آخرش آپدیتش میکنیم. مقدار صفرش هم که صفره، من روی شیء میریم جلو. از صفر میگیریم تا آیا از صفر میریم تا n و برای آپدیت کردنش یه خونه اول میگیم جی منهای WI بزرگتر از صفر باشه و DPA این مقدارم که میخوایم بر اساس اون آپدیت کنیم غیر مساوی منفی بی‌نهایت باشه. DP مون هم یه بودی دیگه لازم نیست ایندکسش رو بدیم، کلا میتونیم یه سطر بگیریم، همین سطر رو بگیریم برای آپدیتش کنیم، دوباره برای 2 هم که میرسه همون سطر قبلیه دیگه،
اون سطر قبلی رو بیایم آپدیتش کنیم. تا نهایتا DP دو چاپش کنیم. در داخل این مثال شد 16 جواب ما که برای آپدیت کردن تو مثال قبلی 13 بود. یعنی مثلا ماکسیموم اینجا میشه چند بخوایم حساب کنیم؟ از هر شیء تعداد زیادی بخوایم برداریم 2 تا 5 برداریم. 2 تا 5 ارزشش میشه 16 اینجا. حالا نکته‌ای که وجود داره نسبت به DP قبلی، تو DP قبلی میومدیم هر سطر رو بر اساس سطر قبلیش و اون وزن کمتری که داره آپدیتش می‌کردیم. مثلا اینو میومدیم بر اساس این و حالا مقدار این رو هم می‌ذاشتیم داخلش، این دوتا یا انتخابش نکنیم این یا انتخابش کنیم این و علاوه بی آپدیت می‌کردیم و از هر کدوم هم یه دونه میشد برداریم. اما اینجا که میایم کلا هر سطر رو بر اساس خود اون سطر انتخاب آپدیتش کنیم که در داخل خونه‌های قبلی خود اینا اثر داریم، یعنی میتونستیم از اینا برداریم و چند بار هم انتخاب بشه و اینجوری حسابش کنیم. از این سوالی نداریم؟ آره اینم که نوشتیم درسته. این دو بعدیشه، اینی که الان ما کدشو زدیم یه بعدیش بود دیگه، کلا یه سطر میگرفتیم. بخوایم دو تا سطر بگیریم آره همین میشه. خب الان بریم مسئله LCM رو توضیح بدیم. LCM مسئلهش چی میگه؟ longest LCS longest common subsequence. میگه فرض کنیم دو تا رشته A و B داریم، رشته A رشته B، مثلا یه مقداری چیز دارم، مثلا A یه رشته است B هم یه رشته است، مثلا رشته رو بنویسیم A B C D B بعد این یک longest common subsequence چی میگه مسئلهش؟ میگه خواهیم بزرگترین سابسکوئنس ها مساویه تو این دوتا رو پیدا کنه. حالا سابسکوئنس چیه؟ یه سری المنت های آهن که ترتیبشون حفظ شده اما لازم نیست پشت سر هم باشه. مثلا میتونیم B C و B یا A رو بگیریم، یه سابسکوئنس داخل اینم B C B یا A رو بگیریم یه سابسکوئنس. longest common subsequence میگه خواهیم بزرگترین سابسکوئنس مساوی بین B یا A رو پیدا کنیم، A B رو پیدا کنیم. الان مثلا داخل این یکی 4 بخوایم ببینیم بزرگتر از 4 هم نداره، نه. یه سابسکوئنس از A پیدا کنیم، یه سابسکوئنس از B که بیشترین مقدار باشه. برای این ایده نداره برای این سوال؟ خب
دی پی تعریف کنیم، مثلا دی پی آیا جی، دی پی آیا جی، دی پی آیا جی چی میگه؟ میگه تا ایندکس آیومه رشته اول، مثلا رشته ای، و تا ایندکس جیومه رشته دوم، مثلا رشته بی. LCMش چنده؟ مثلا در داخل اینجا آیا جی بگیریم صفر، مثلا آبی LCM LCSش صفره. دی پی آیا جی اینجوری تعریف کنیم. حالا چجوری آپدیتش کنیم؟ فرض کنیم یه رشته آ داریم تا ایندکس آیومش، ایندکس آیومش اینجاست، مثلا ایندکس آیومش اینجاست. یه رشته بی هم داریم، ایندکس جیومش اینجاست. میخوایم مقدار آیا جی پیدا کنیم. همه مقدارهای قبلش هم پیدا کردیم داریم، مثلا برای جای کوچکتر از این آیه و جای کوچکتر از این همه مقدارشو داریم. همین دی پی مونه، مثلا مقدارشو پیدا کنیم. مقدارش میشه چی؟ یه چیزی که ممکنه پیش بیاد، ممکنه این آیه با این جی مساوی باشه، یه حالت. اگه این آیه با این جی مساوی بود، اگه آیه مثلا مساوی جی بود، اون موقع چی میشه؟ میتونیم دی پی آیه جی بزنیم چند چیزی که میتونیم بزنیم، مثلا دی پی آیه جی مساوی میشه با مثلا دی پی آیه منهای یک با جی منهای یک، مثلا بزرگترین ساب سکانس این دوتا قسمت به علاوه یک. چرا؟ چون این دوتا هم مساوی شد، این دوتا رو با هم دیگه مچشون میکنیم، حالا تو قسمت باقی موندهش چقدر بزرگتر داره. حالا حالت بعدی که ممکنه پیش بیاد، آیا جی با هم دیگه غیر مساوی هم باشه، برای وقتی که آیا جی مساوی هم باشه، آیا مساوی جی باشه. حالتی که آیا جی با هم دیگه مساوی نیستن. دو تا حالت پیش میاد تو اینجا. یه حالت این که این قسمت A رو بگیریم با کل B، یعنی مثلا این آیا حذف کنیم بگیم بزرگترین ساب سکانس این دوتا چیه. یه حالت دیگه اینه که این قسمت B رو بگیریم با کل آ. دو تا حالتش میکنیم برای وقتی که مساوی نیست، مثلا دی پی آیا جی میشه دی پی آی منهای یک جی، مثلا یه عضو آ رو در نظر نمیگیریم، میگیم تو کل این و تو کل خود بی، این قسمت آ که آیا شامل نمیشه و کل بی. بزرگترین ساب سکانس اینا چقدر؟ اینا به دست میاریم و بین اینا یه حالت دیگه این که عضو آخر بی رو حذف کنیم، مثلا آی تا جی منهای یک، بین این دوتا ماکسیموم میگیریم. پس دو تا حالت پیش اومد. حالت اول این که آیا جی با هم دیگه مساوی باشن. اگه با هم دیگه مساوی باشن میتونیم دو تا رو با هم دیگه مچشون کنیم تو اون ساب سکانس و بگیم خب بزرگترینه تو آی منهای یک و جی منهای یک چقدر، یکی بهش اضافه کنیم. حالت دوم که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا جی با هم دیگه مساوی نباشن. ما اینو بزرگترین ساب سکانس ها گفتیم برای همه آیا جی های کوچکترین این دوتا آیا جی داریم دیگه. این حالت های قرمز رو میگیریم که آیا از این حذف میکنیم، دوتا رو با هم دیگه مچ میکنیم، یا جی از این حذف میکنیم، دوتا رو با هم دیگه مچ میکنیم، به دستشون میاریم. حالا خودش هم میخوایم ببینیم، همینه که نوشتیم. اینی که نوشتیم هم میخوایم بگیم این دوتا رشته میگیریم اساتی و سایزشون رو دست میاریم، مثلا این باشه سایز S، من باشه سایز T و یه دی پی دو بعدی میسازیم که N در M. بعد
شروع میکنیم دی پی رو پر کردن. دوباره دوتا فور میتونیم بزنیم برای ایتریتیوش که از صفر میره تا این. یک بیس هم میتونیم بنویسیم که برای حالت صفرش دیگه نخواهیم یک بذاریم. گفتیم چی اول چک کنیم؟ اول چک کنیم که اس آی، چون یک بیس نوشیم نویسیم آی برای آی منهای یک با تی جی مساوی باشه. حالت اولمون بود. حالت دوممون بود که این دوتا مساوی نباشه. اگه مساوی باشه که دی پی آی جی مساوی میشه با دی پی آی منهای یک جی منهای یک به علاوه یک. یعنی آیا جی حذف میکنیم با هم دیگه مچشون میکنیم. اینو میبینید تو یکی کمترش ماکسیموم چقدر. حالت بعدی دی پی آی جی مساوی میشه اون ماکسیمومه، این که یکی از آخر آی حذف کنیم و یکی از آخر جی حذف کنیم. و دی پی صفر و صفر هم که هیچی از این دوتا انتخاب نکنم میذاریم صفر، که مثلا هیچی از اون انتخاب نکنم و هیچی از بی میشه صفر. و یه سری حالت پایه دیگه هم داریم که مثلا هیچی از آ انتخاب نکنیم، مثلا صفر از آ انتخاب کنیم بریم یه تعداد عضو از بی انتخاب کنیم، یا صفر تا عضو از بی انتخاب کنیم بریم یه تعداد عضو از آ انتخاب کنیم. مثلا دی پی صفر تا از آ انتخاب کنیم، آی تا از بی انتخاب کنیم، آی متغیر اینا مقدارش صفره. حالا تو بعد که میخواد دی پی آپدیت بشه اینا رو هم استفاده میکنیم. اینا رو مقدارش رو میتونیم صفر بذاریم. یکی هم برای اینا حالت های پایین. حالا داخل اینجا این صفر رو لازم نیست بذاریم، گذاشتیم که بدون این صفر بعض جا حالت پایین صفر نیست. وکتورا که درک کنه مقدار دیفالتش صفر، یعنی اینا هم تعریف نمی‌کردیم درست بود. و آخر سر جوابمون رو چاپ کنیم که میشه دی پی ان آی. حالا برای این دو تا استریم ببینیم درست جواب میده. آره داد 4. برای اون دو تا استریم که داشتیم LCS شون 4 بود. یه بار دیگه گذاشته ببینیم دو تا حالت پیش میاد. حالت اولی که ایندکس آی جی اساتی با هم دیگه مساوی باشه. وقتی مساوی باشه میتونیم دو تا را مچشون کنیم داخل اون LCS که به دست اومده. و دی پی آی و جی بر اساس دی پی آی منهای یک و جی منهای یک آپدیتش کنیم. این هر چی ماکسیموم مقدار این به علاوه یک که اون آی جی که با هم دیگه مچ شدن. یا حالت دیگه اینه که این دو تا اصلا با هم دیگه مچ نشن. کار میکنیم میتونیم آخری آ رو حذف کنیم. دیگه با جی حذف نشده دیگه فرق نداره. و یا حالت این که آخری آ رو حذف کنیم ماکسیموم بگیریم، یا اینکه آخری بی رو حذف کنیم جی رو میشه حذف کنیم. ماکسیموم میگیریم بین اون دو تا دی پی آی یا جی به دست میاریم. فرضاً جواب تو دی پی ان آی، یعنی ان تا عضو اوله اس انتخاب کنیم و ان تا عضو اوله تی. از LCS سوالی نداریم. نفسک رو گفتیم، LCS رو گفتیم، LIS. LIS longest increasing subsequence. LIS چی میگه؟ فرض کنید یه آرای از عدد داریم، مثلا 2 3 1 4 2 5.
مثلا آرایمون این باشه. میخوایم یه ساب سکونس پیدا کنیم، همونجور که گفتیم ساب سکونس صرفا ترتیبش مهمه، اینکه پشت سر هم باشه مهم نیست. یه ساب سکونسی پیدا کنیم که صعودی باشه، مثلا 2 3 4 5. یه ساب سکونس به طول 4 که هر مقدار با مقدار قبل مقایسه کنیم بزرگتر، مثلا بزرگتر شده بزرگتر شده بزرگتر شده. این حالت بزرگتر اکیدا میگیریم، مثلا بزرگتر مساوی هم نه. حالا بعضی حالتش ممکنه بزرگتر مساوی هم باشه. ما میخوایم درباره بزرگتر اکیدش حرف بزنیم. برای این ایده نداریم اینا چجوری حساب کنیم. حالا برای استفاده از همون دی پی. خب کاری که میکنیم دی پی تعریفش کنیم، مثلا دی پی آی یه دی پی انتایی پولین مانه. دی پی آی تعریف میکنیم که تا ایندکس آی، تا ایندکس 0 1 2 3 بزرگترین الایسمون چنده، یعنی بیشترین الایسی که تا ایندکس آیون داره. مثلا برای ایندکس 0 بخوایم ببینیم میشه 1 در داخل این رشته یه دونه داریم. برای ایندکس 2 2 3 میشه 2 تا. همینطور مثلا برای ایندکس 4 میشه 3 و برای ایندکس آخرمون هم میشه 4. دی پی آی این تعریف میکنیم. حالا چجوری دی پی آی رو آپدیتش کنیم؟ حالا برای آپدیت کردن دی پی آی رو میگیریم، مثلا تا ایندکس آیو اگه خود آیومی رو هم انتخاب کنیم تو تعریفش، اگه خود آیومی رو هم انتخاب کنیم ماکسیموم ساب سکونسی که افزایشیه چقدر میشه. مثلا بریم برای ایندکس 4 ببینیم آپدیتش چجوری. کاری که میتونیم بکنیم یه فور بزنیم رو همه مقدارهای قبلش، مثلا از اینجا بریم عقب بگیم خب الایس مقدار قبلیش یکی از 4 کوچیک‌تره. آره ماکسیموم بگیریم بین همه مقدارهای قبلی که از ایندکس آیون کوچیک‌تره و مثلا الایس جی به علاوه 1 بین همه مقدار ماکسیموم بگیریم. جیمون هم از چند میره؟ جیمون هم مثلا از 1 میره تا آی منهای 1 یا از 0 اگه 0 بیس بگیریم. از 0 تا آی منهای 1 رو همه اینا یه فور میزنیم، می‌بینیم الایس هر می‌بینیم اول چک می‌کنیم که کوچیک‌تر از اون ایندکسمون باشه، مثلا 1 کوچیک‌تره. الایس 1 چنده؟ مثلا داخل اینجا 1 رو به علاوه 1 می‌کنیم می‌ذاریم مثلا داخل دی پی آی. اینجا رو هم بنویسیم همون دی پی ماکسیموم می‌گیریم، چک می‌کنیم کوچیک‌تر باشه. اگه کوچیک‌تر بود که میتونیم به الایس که مثلا تا اینجا داریم این 4 هم اضافه کنیم 1 بیشتر میشه و بین همه اینا ماکسیموم میگیریم. این روش پیاده سازیشه. اوردرش هم بخوایم حساب کنیم یه فور که میزنیم رو کل اینا ان تا دونه داریم و برای هر کدومش هم قبلی ها رو حساب کنیم میشه او ان دو چه اوردر الایس که بخوایم حسابش کنیم. یه روش دیگه هم الایس داره از اوی ان لوگ انه. ایده ای دارین چجوری از اوی ان لوگ ان الایس حلش کنیم؟
یک سورت. نه فکر نکنم اونجوری بشه. حالا اگه بخوای مثلا یه قسمتشو مرتب کنی، این لوگ انتها میگیره برای هر قسمتیش. دوباره این تا قسمت هم هست، سوردرش از این دو هم بیشتر میشه اونجوری بخوایم حساب کنیم. کاری که میتونیم بکنیم، مثلا به هر خونه که میرسیم، مثلا الان رسیدیم خونه اول، الایس این چنده؟ 2. مثلا عددمون چنده؟ 2. اول یا را میسازیم، مثلا عددمون تا این عددمون رو مشخص میکنه آرایی که داریم اینجا. رسیدیم به ایندکس 2، میگیم خب ایندکس 2 مقدار اولیه آرایی هم 0 میزنیم. اینا ایندکس های آرایی همونن، اینا مقدارشان که همش 0 هم اول. خب رسیدیم عدد 2 رو داریم اینجا، عدد 2 دی پیش 1، میایم اینجا برای 2 میذاریم 1، ماکسیموم مقدارش رو اینجا ذخیره میکنیم. میرسیم به 3 هم مثلا میشه 2 رو میذاریم اینجا، مثلا 1 رسیدیم، 1 هم دوباره 1 هم میذاریم اینجا. 4 هم که 0. الان میرسیم به 4 هم میخوایم آپدیتش کنیم. ما گفتیم برای آپدیت کردن 4 چیه میخوایم؟ ماکسیموم دی پی جی هم میخوایم به دست بیاریم، به علاوه 1 کنیم. ماکسیموم دی پی جی هم برای همه اونایی که از این کوچیک‌ترن. ما که رسیدیم به 4، همه اینا که از این کوچیک‌ترن رو دیدیم، مقدار دی پیشون هم گذاشتیم داخل آرای. یعنی ما میخوایم چی رو پیدا کنیم؟ همه اونایی که از 4 کوچیک‌ترن، ماکس اینجا این رو میخوایم پیدا کنیم. حالا ممکنه بگیم ماکسیموم اینجا رو میخوایم پیدا کنیم، میشه مثلا از اوی این میخوایم رو همه اینجا فور بزنیم ببینیم ماکسیمومش چیه. حالا جلسه قبل چیزی که معرفی کردم، مثلا این مسئله رو میشه با سگمنتیری حلش کرد از اوی لوگ این. مثلا این مقدار رو داریم، میگیم ماکسیموم این بازه چیه، از اوی لوگ این به ما جواب میده. این تا عدد داریم، برای هر عددی لوگ این سگمنتیری به ما میگه مثلا ماکسیموم بازه مثلا عددمون 4، 0 تا 3 چنده. ماکسیموم بازه 0 تا 3 رو به دست میاریم، به علاوه 1 کنیم میذاریم اینجا، مثلا ماکسیمومش 2، به علاوه 1 میکنیم که میشه 3، میذاریمش برای 4 و داخل این آرای هم آپدیتش میکنیم داخل خود سگمنتیریم. مثلا میرسیم به 5، دوباره میگیم ماکسیموم این خونه 0 تا 4 چنده، 3 به علاوه 1 میکنیم میذاریم برای خود مقدار 5. از این روش سوالی نداریم. نکته‌ای که وجود داره، باید یه سگمنتیری بگیریم، هر دفعه که به یه عدد میرسیم ببینیم ماکسیموم عددهای قبلش چقدره، بعد خودمون عددم آپدیت کنیم داخل سگمنتیری. حالا اینم سوالش خواستین حل کنین داخل لیت کد، لانگست میکریزین ساب سکونس رو بزنین، سوالش هم میانه میتونه حل کنه. کدش هم بخوایم ببینیم آسونه. لانگست گفتیم اول یه این میگیریم، طول آرایمونه، بعد خود آرایه رو ورودی میگیریم، مثلا این خود آرایمونه، بعد یه دیپی تعریف کنیم به طوله، یعنی به علاوه 1، بعد دیپی 0 هم میذاریم 0.
کاری که میکنیم از 0 تا n میدیم، از 1 تا n و اول اردر n دوشو میزنیم، بعد اردر n لاگ nشو میزنیم. دوباره یه چیزی تعریف میکنیم که از 0 میریم تا جای کوچکتر از آی باشه و میگیم دی پی آیمون مساویه با ماکسیموم خود دی پی آیمون یا دی پی جی به علاوه 1. فقط باید چک کنیم که آی منهای 1 چون 1 بیس گرفتیم بزرگتر از آی جی منهای 1 باشه. اگه اینجوری بود دی پی آی رو آپدیتش میکنیم. دی پی آی میشه ماکسیموم خود دی پی آی یا همون مقدار جی اومیه که ازش کوچیک‌تره، مقدار اون به علاوه 1 از اوی ان 2. آخر سرم جواب رو بخوایم پیدا کنیم باید داخل کل دی پیمون چیز بگیریم، ماکسیموم بگیریم. مثلا داخل همین مثال اگه یه دونه یکی دیگه اینجا بذاریم مثلا الایس این میشه دوباره 1. جوابمون آخری نیست، بین اینا همه میبینیم ماکسیمومش چقدر، مثلا این 4 این 1 آخری نیست، بین همه عضو ماکسیموم میگیریم. ماکس المنت دی پیمون رو به دست میاریم. حالا برای خود این کارایی بخوایم بنویسیم طولش چنده؟ 7 4 2 5 1. مشکلی که داره جی از 0 شروع کرد، جی منهای 1 منفی میشه 4 2 5 1. الایسمون رو داد 3. جی منهای 1 اینجا فکر کنم مساوی هم باید بزن. مساوی که نمیخواد، جی منم از 3 0 تا آی. بریم سراغ صفرامی. خب اول میریم از 1 تا n میخوایم آپدیتش کنیم. دی پی آی میشه خود دی پی آی و دی پی جی به علاوه 1. دی پی جی مون باید کوچکتر از آی باشه برای همه مقدارهای کوچکتر از آی. خود 0 هم میتونیم بگیریم، خود آی نمیتونیم بگیریم و دی پی آی که دی پی جی که میگیریم جی مون 1 باشه برای کدوم ایندکسه؟ برای ایندکسه اگه جی مون 0 باشه اینجا جی منهای 1 منفی میشه یه چرخ می‌زنیم چکش می‌کنیم. اگه جی مون مساوی 0 بود
پی آی میذاریم 1. در غیر این صورت میام سراغ این که جیمون 1 شده. 1 4 4 درست شد. مشکلی که داشت برای جی 0 بود که جی 0 میومد جی منهای 1 منفی میکرد. گفتیم اگه جیمون 0 باشه یعنی هیچی انتخاب نکنیم، میتونیم خودمون رو بگیریم که دی پی آی میذاریم 1. در غیر این صورت هم دی پی آی رو با همه قبلیاش ماکسیموم میگیریم، همه قبلش رو علاوه 1 میکنیم بین اون رو ماکسیموم میگیریم. حالا این از اردر n 2. بخوایم از اردر n حساب کنیم، چیزی که نیاز داریم یه سگمنتری. حالا مهم نیست سگمنتری ها، بلدم نیستی فرض کنیم یه سگمنتری n به علاوه 1 داریم اینجا. هر دفعه که میام یه دی پی آی حساب میکنیم، دی پی آی میشه چی؟ مثلا سگمنتری یه چیزیه که میتونه به همون ماکسیموم یه رنج بهش میدیم، مثلا میگیم 0 تا 3 ماکسیموم اینا به همون میده از لوگاریتم. خودش رو هم که نمیدونیم، مثلا میگیم از مقدار آی، از مقدار 0 تا آی منهای 1 ماکسیموم اینا به ما بده. دی پی آی ماکسیموم اینا به ما بده، ما اینا به علاوه 1 میکنیم میذاریم برای دی پی آی. بعدش چیکار میکنیم؟ این سگمنت ایمون رو آپدیتش میکنیم. تو آپدیت کردنش میگیم برو خونه آی مقدار ماکسیموم بذار چند دی پی آی. اینجا حالا این فرقی که خود سگمنتی صرف هم باید استفادهش کنیم. فرقش چیه؟ میگیم مثلا اینجا مقدار 4 از 0 تا 3 ماکسیموم چنده؟ ماکسیموم که حساب کردی به علاوه 1 کن بذار داخل اینجا. بعد دوباره این خونه رو آپدیت کن. سوال نداری از این؟ اینجا هم یه چند تا سوال خاصی حل کنیم. مثلا در داخل خودم CSS بخش داینامیک پروگرامینگ سوال هست میتونین حل کنیم. یه سوال دیگه هم که بخوایم حل کنیم این بود. لینکش رو میفرستم. سوال ادیت دیستنسه. میگه دوتا استرینگ داریم، میخوایم اولیه تبدیلش کنیم به دومی با مینیمم تعداد اپریشن. مثلا اینجا نسخه سادهشه. حالا اینو من حل میکنم. نسخه سختش مثلا میتونه خودتون حل کنید، تقریبا شبیه اینه. تو نسخه سادهش 3 تا اپریشن داریم، هر کدوم هزینه‌هاشون با هم دیگه برابرن 1. اما تو نسخه سخت‌ترش که سخت‌تر هم تقریبا شبیه همینه، هزینه‌های اینا با هم دیگه فرق داره. کاری که میتونیم بکنیم، میتونیم مثلا استرینگ اولمون یه کاراکتر بهش اضافه کنیم، یه کاراکتر ازش حذف کنیم، یا یه کاراکتر داخلش تغییر بدیم. مثلا اینجا گفته با 2 تا حرکت میتونیم 2 تا استرینگ رو با هم دیگه تبدیل کنیم. مثالش رو ببینیم.
سینگ اول رو میخوایم به دومی تبدیل کنیم، میتونیم توی حرکت الا تبدیل کنیم به ام. مثلا برای حرکت اولمون و تو حرکت بعدی هم یه آی اینجا اضافه کنیم. مثلا یه ریپلیس انجام میدیم، یه اینسرت، میشه دوتا. میخوایم مینیمم تعداد حرکت پیدا کنیم که اینا بتونیم تبدیل کنیم به این. خب برای این ایده ای نداریم. خب حالا بخوام جوابشو ادامه تا 5000 یه دی پی های جای میگیریم. دوباره تقریبا شبیه همون ایده LCS که گفتیم تا ایندکس آیومه، اینا تا ایندکس جیومه. یه دی پی آی جی میگیریم برای این سوال. دی پی آی جی به ما چی میگه؟ میگه تا ایندکس آیوم اولی و تا ایندکس آیوم جیوم دومی، اینا رو بخوایم به هم دیگه تبدیل کنیم مینیمم هزینه‌اش چقدر میشه؟ میشه تعریف دی پی آی جیمون. مثلا آی تا ایندکس اولی اینا انتخاب کنیم و جی تا ایندکس اولی. میخوایم اینا رو با هم دیگه اولی و دومی تبدیل کنیم، هزینه‌اش چقدر میشه؟ و چجوری حالا اینو آپدیتش کنیم بر اساس قبلی. یه حالتی که به وجود میاد اینه که مثلا اس آیمون، استرینگ اول رو بگیریم، اس دومی رو بگیریم تی، اس آیمون مساوی باشه با تی جی. حالت اولی که ممکنه پیش بیاد، اس آیمون مساوی باشه با تی جی. چجوری میتونیم اینو آپدیتش کنیم؟ مثلا این ای ها با هم دیگه مساوی، دی پی آی جیمون رو میتونیم بذاریم همون دی پی آی منهای یک و جی منهای یک. چرا؟ دوتا حرف آخرش که با هم دیگه مساویان، کافیه این دوتا حرف رو ازش حذف کنیم، بریم مقدار دی پی آی منهای یک و جی منهای یک حذف کنیم. مثلا ای با هم دیگه مساویان، این خب مینیموم اینجا و اینجا چقدر میشه؟ فرض کنیم دوتا مساوی بودن. حالت دوم اینه که غیر مساوی باشن. تو حالتی که غیر مساوی باشن، تو این حالت چیکار میکنیم؟ میتونیم یه حرف این اضافه کنیم یا یه حرف از دوم حذف کنیم. تو حالت کلی مثلا از اولی مثلا یه حرف حذف کنیم، مثلا آی منهای یک و جی. یه حرف از اولی حذف کنیم یا یه حرف از دومی حذف کنیم، حرف دومی اضافه کنیم. نمیخوایم تا کامل مثلا این 4 تا رو در نظر بگیریم، با این 3 تا با این 4 تا میخوایم به هم دیگه تبدیلشون کنیم. یکی از راه‌هایی که هست، میتونیم یه آی به اینجا اضافه کنیم و بیایم این مقدار رو با این مقدار، دوباره این مقدار رو با این مقدار مچ کنیم. یا اینجا اضافه کردیم، این مقدار رو با این مقدار مچ میکنیم و در این حالت میشه جی منهای که خود آی میمونه، میشه دی پی آی جی منهای یک علاوه یک. یه دونه حرف اضافه کردیم. کاری که میکنیم مثلا حرف آخری، گفتم حرفای آخرش ما هم حرف آخر اینا اینجا اضافه میکنیم، هزینه‌اش میشه یکی و میریم باقی مونده‌شون رو با هم دیگه مچ کنیم. مثلا این 3 تا با این 3 تا جی منهای یک، خود این آی میمونه، خود این هم میشه جی منهای.
کاری که میتونیم انجام بدیم اینه. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، میتونیم حرف آخر اینو حذف کنیم. مثلا این ویا حذف کنیم، بریم این دوتا رو با کل این مچ کنیم، بین این دوتا کار ماکسیموم میگیریم. مثلا اینجا شاید درست نباشه، اما یه حالت ممکنه پیش بیاد که مثلا طول این بیشتر باشه، اسمون با حذف کردن حرف آخرش میشه راه به این رو پیدا کرد. اینه. یا این دوتا مساوی هن که این دوتا رو مچ کنیم، یکی کمترشون رو با هم دیگه میگیریم، یا این دوتا مساوی نیستن که کاری که میکنیم یه حرف این اضافه میکنیم مساوی با این، یه حرف این اضافه میکنیم مساوی با حرف آخر این، میریم اینجا رو با اینجا مچ میکنیم کامل، یا حرف آخر این رو حذف میکنیم، میریم اینجا رو با کل این مچ میکنیم. داخل کد هم میخوایم ببینیم سوالش ورودی هایی که گفته بود به ما میده. دوتا استرینگ هم استرینگ استاتیا به همون میده، سایزاشو میزنیم انا، بعد یه تیپی میگیریم، تیپی انا رو انتر. خب یه فرم میزنیم راه ناه، بعد الان میخوایم آپدیتش رو انجام بدیم. گفتیم برای آپدیتش دو تا حالت وجود داره. مثلا آی منهای یک تو این سوال قبل آی منهای یک و جی منهای یک بنویسیم، چون آی جی از یک شروع کردیم، شاید صفر هم شروع کرد، فقط باید همون سوال اول که دیدیم شرط بذاریم که منفی نشه، اما اینجوری منفی نمیشه. تی جی منهای یک مساوی بودن، گفتیم اگه مساوی بودن دی پی آی جی مون میشه همون دی پی آی منهای یک و جی منهای یک، این مقدار میشه. حالت دیگه ای که ممکنه پیش بیاد مساوی نباشه، باید ماکسیموم بگیریم، یعنی دی پی آی جی مینیموم بگیریم، مینیموم دی پی آی منهای یک و جی با دی پی آی جی منهای یک، دو تا حالتی که گفتیم به علاوه یک. این دو تا باید مینیموم بگیریم. خب حالا میرسیم به حالتهای پایین که مثلا دی پی صفر و صفر مساوی صفر، و یه حالت دیگه این که صفر از اس انتخاب کنیم و یه تعداد از تی، یعنی صفر از اس انتخاب کنیم 10 تا از تی. چجوری میشه این دوتا رو به هم تبدیل کرد؟ چون صفر رو داخل آپدیتمون نذاشته بودیم، از یک شروع کردیم، صفر از این 10 تا از اون میتونیم 10 تا رو حذف کنیم. این حالت هم باید در نظر بگیریم که مثلا دی پی صفر تا از اولی یا آی تا از دومی میشه آی، یا یه حالت دیگه اینه که آی تا از اولی بگیریم نه مقدارش میشه آی، مثلا سه تا از اولی بگیریم، صفر تا از دوم میتونیم سه تا رو حذف کنیم، یا صفر تا از اولی بگیریم 10 تا از دوم 10 تا میتونیم اضافه کنیم تا اسم این تبدیل شه بود، یا اگه تی صفر بود 10 تا اضافه کنیم. خب مشکلی که داره اینو باید بگیریم ام به علاوه یک تا ایندکس ام ما داشته باشه.
جوابمون هم میشه DPNO که دوتا رشته رو هم دیدم 3 درسته. پس دوتا حالتی که شده که اینکه مساوی باشن با هم دیگه مچ میکنیم، یکی کمترشون رو با هم دیگه میگیریم. و حالت دیگه اینکه غیر مساوی باشن میتونیم یکی از این حذف کنیم مچ کنیم، یکی به این اضافه کنیم مساوی کنیم، بقیه‌شون رو مچ کنیم، مثلا یکی از این حذف کنیم. این دوتا حالت پیش میاد. از این سوال نداریم؟ حالا سوالای بیشتری خواست حل کنید، چند تا لینک سوال اینجا گذاشتم، میتونید اینا رو حل کنید و داخل هم CSS هم لینکش رو میذارم داخل همین داخل همین اسلاید هم هست، بخش پیش داینامیک پروگرامینگش. سوالای اولیه‌اش رو میتونید حل کنید و اگه سوال هم داشتین تو گروه بپرسید درباره این سوال. بعد دیگه هم توضیح دادیم.